رقابت‌های بزکشی با حضور 150 چاپانداز و اسبداران جوان از سوی فدراسیون بزکشی ولایت بلخ و به همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت روز جمعه در یک فضای پرشور و هیجان در میدان بزکشی حاجی مقیمبای در شهر مزار شریف برگزار شد. مسئولان برگزاری این برنامه میگویند این دور مسابقات با هماهنگی گسترده چاپاندازان در فضای دوستی، وحدت و همدیگر پذیری برگزار گردید که شکوه و کیفیت این رقابت‌ها را دو چندان ساخته است. امروز الحمدلله شما شاهد بودن که نام خدا یک مسابقه دوستانه بی سابقه در اینجا دایر شد و الحمدلله چوپاندازا، بیننده، میمانا همه راضی رفتن و از همین معلوم میشه که انشالله تیم ولایت بلخ جایگاه خاصی را خواهد گرفت در تورنمنت. امروز بیشتر از 150 رس هست و چوپاندازا اشتراک کرده بودند در این مسابقه و انشالله که آمادگی های مسابقه بین ولایتی را میگیریم. همچنین شمار از چاپاندازان و اسبداران اشتراک کننده ابراز داشتند که برگزاری چنین مسابقات میتواند نقش موثر در رشد ورزش محلی بزکشی، شناسایی استعدادهای نو و تقویت سطح رقابتی این رشته داشته باشد. چند سالی که مجاهدین آمده، شکر بزکشی بسیار رونق پیدا کرده، مسابقه ملی شده، ولایتی شده، پیشرفت کرده. یا خاص ما همی است که فقط جوانا را حمایت کنند، تشویق کنند. قسم و ما هم ورزش تیم ورزشی بسیار خوب تیم است. کسی بزکشی است، کسی کرکت است، کسی چیز، هر کس خوش دلش نه سیل میکنه و دیدارش هم میکنه. اون مردم مخلوق است دیگه جای ندارن رفتنی. یک روز جمعه تفریح دارن، میایین نمیشه اکسا میدانی بزکشی را سیل میکنن. فضل خدا 100% امن است. امن است که ما در اینجا می ورزشکارا می مردم می به خاطر ورزش بزکشی بسیار امن است، اما ما خوش هستیم از این امنیت. فضل خدا خوب است. در پایان این رقابت گلبدین پهلوان برنده میدان اعلام شد و به گونه رسمی جایزه $300 این دور مسابقات را به دست آورد.